روز یکشنبه در پی ترکیش ماشین حامل بنزین در شرق پاکستان دست کم 153 نفر به هلاکت رسیدند. بیش از 100 کس دیگر جراحت برداشته، اکثریت با آسیب زیادی سوختگی به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس میگوید فاجعه ساعت 6:23 دقیقه بامداد در شهرهای احمدپور شرقیت در 400 کیلومتری جنوب و غربی شهر لاهور مرکز مأموری ولایت پنجاب پاکستان به وقوع پیوست. ماشین بارکش که 50,000 لیتر مواد سوخت انتقال میداد هنگام گردش چپه شده سوزشواری آن در راه میریزد. صدها ساکن محلی برای جمع‌آوری بنزین در نزد ماشین جمع میشوند. در این هنگام ترکشی سخت به عمل می آید. من به خویشاوندانم گفتم که صبح امروز به کشتزار روند، ولی آنها دیدند که مردم زیادی در جای صدمه ماشین بنزین کشی مواد سوخت جمع آوری میکنند و با آنها همراه شدند. ناگهان ترکیش به عمل آمد، همه را آتش فرا گرفت. 2 عضو عائله من فوتیدند، 2 نفر دیگر مجروح شدند. یک پسر و برادرم به هلاکت رسید، یک پسر و برادر دیگرم زخمی شدند. احتمال می رود که سیگار روشن سبب ترکیش گشت. در نتیجه این حادثه دهها ماشین و موتورسیکل هایی که در نزدیکی بودند سوختند. سوختار خاموش کننده ها تنها بعد چند ساعت توانستند علنگه آتش را خاموش نمایند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت نموده دستور داد که به آسیب دیدگان کمک ضروری طبی رسانیده شود.